آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول ایمان آورده پیامبر بما انزل الیه من ربی با آنچه که نازل شده به پیامبر از جانب ربش والمؤمنون مؤمنین هم ایمان آورده کل آمن بالله هر یکی از نبی و مؤمنین ایمان آوردن به الله و ملائکتی به ملائکه الله و کتبی به کتابهای الله و رسولی به رسولان الله لا نفرق بین احد من رسله میگوین جدایی نمیاریم در بین یکی از رسولا به ایمان آوردن و قالوا سمعنا و اطعنا و گفتن شنیدیم قبول کردیم و اطعنا اطاعت عمل میکنیم. غفرانک ربنا و الیک المصیر مغفرت میخواهیم از توی رب و الیک المصیر به طرف تو بازگشت همگی است. این دو آیت لا یکلف الله نفسا الی آخرها یکی از دو آیت هایی است که بسیار ثواب های زیادی دارد. در حدیث بخاری است که رسول الله صلی الله علیه و فرماید از عبدالله بن مسعود روایت شده من قرأ بالآیتین من آخر سوره البقره فی لیلة کفتاه کسی قرائت بکند دو آیت از آخر سوره بقره را که یکی می آمن الرسول دیگهش لا یکلف الله نفسا اینی می دو آیت در یک شب کفتاه هر دو آیت برای کفایت میکنه یعنی الله از مصیبت ها و غم ها و نجات میته شیطان نجاتش میته. در حدیث این مسلم است که این ملکا نزل من السماء یک ملائکه از آسمان پایین شد فاتى النبی صلی الله علیه وسلم پیش رسول الله صلی الله علیه و فقال گفت برای پیامبر ابشر بشارت حاصل کو بالنورین بدون نور دو دانه نوره قد اوتیتهما که بدون شک بر تو داده شده لم یؤتهما نبی قبلک به هیچ نبی پیش از تو این دو نور داده نشده. ملائکه بر رسول الله صلی میگه که این دو دانه نور الله بر تو داده به هیچ نبی دیگه داده نشده نه به آدم علیه السلام نه به نوح نه به ابراهیم علیه السلام نه به عیسی نه به موسی علیه السلام. دو دانه نور کدام است؟ فاتحه الکتاب فاتحه کتاب سورت پیش سورت بقره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخری تا آخرش فاتحه الکتاب و خواتیم سورت البقره خاتمه آخرای سورت بقره به یک نبی داده نشد نور است لن تقرأ حرفا منهما الا اوتیته هیچ حرف از این نمیخوانی همین سورت فاتحه را و سورت آخر بقره را مگر که برات داده میشه. چی یعنی؟ چیزی که میخوای سوال میکنی الله برات میده قدری عظمت. پس هر شب بخوانیم امیر دعایت را برام بخوانیم حتی کسی اگر مشکل داره ای را بخوانه دعا کنه دعایش الله قبول میکنه دیگه میدم این چیزا هم کسی که میکنه نه سورت فاتحه و سورت رقیه هم ای را بخوانه الله دعا انسان قبول میکنه و روشنی را در قلب میاره شیطان نگاهش میکنه بسیار ثواب ها داره و این تو احادیث بسیار زیاد است که ابن کثیر هم بسیار شاورده. یک حدیثی که ابن مردویه روایت کرده است از ابوذر قال رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله گفت اوتیتو بر ما داده شد خواتیم سورت البقره خاتمه آخرای سورت بقره من کنز تحت العرش از خزانه‌ای که در زیر عرش الله است از اونجا داده شد. یک حدیث دیگه است که او را از عبدالله بن مسعود روایت شده که لما اسریه امام مسلم میگه هر وقت که برده شد بر رسول الله صلی الله علیه و در شب معراج انتها به الی سدرة المنتهی در سدرة المنتهی رسید و این در آسمان هفتم است الیها ینتهی ما یرجو من الارض فیقبض منها و الیها ینتهی ما یهبط من فوقها فیقبض منها از این چیزی که از زمین به آسمان میره اونجا گرفته میشه. قال گفت یخشى السدرة ما یخشى این درخت پوشانده بود یک فرش های از ذهب بود یعنی پروانه های طلایی بود و اوتی رسول الله صلی الله علیه و سه چیز داده شد در شب معراج. چی بود؟ اوتی صلوات الخمس
نمازهای پنجگانه و اوتی خواتیم سورة البقره آخر سورة البقره و غفر لمن لم یشرک بالله من امتی شیئا و کسی که با از امت شرک نکنه با الله الله او را می بخشد. یعنی آخر انجامش به جنت میشه دیگه. کنز خزانه عرش الله زیر عرش الله ایام در چی است؟ اسنادش حسن است. ابن کثیر میگه. خب در این صورت بسیار دیگه یکی آیت الکرسی است که بسیار ثواب زیاد داره و دیگه اینمی دو آیت آخر است در این صورت و در سر هم سورت فاتحه بسیار ثواب های زیاد داره. امام ترمذی اگر حدیث روایت کرده از نبی کریم صلی الله علیه و آله نعمان بن بشیر میگه ان الله کتب کتابا، الله کتاب نوشته کرد قبل یخلق السماوات، پیش از اینکه آسمان‌ها را پیدا کنه، و الارض، پیش از اینکه زمین را پیدا کنه، ب1000 عام، 2000 سال پیش. انزل منه آیتین، دو آیت میگه نازل کرد از امو کتاب. ختم بها سوره البقره، ختم میشه به مو سوره البقره. 2000 سال پیش الله کتاب نوشته کرد. ولا یقرأ بهن فی دار، خواندن میشود به این خانه 3 لیال 3 شب، فیقربها الشیطان، که نزدیک شود شیطان نزدیک نمیشه. همین دو آیت که خوانده شود. اگر که میگه حدیث غریب است، بعضی ها میگن که صحیح است علی شرط مسلم. خب همین خواتیم سوره البقره و مو سوره فاتحه و آیت الکرسی بسیار ثواب های زیاد، فضایل بسیار زیاد دارن. آمن الرسول بما انزل الیه من ربی والمؤمنون، ایمان آورده پیامبر. الله سعی کنین به ایمان نبی و صحابه شهادت میده و این سوره در مدینه نازل شده. آمن الرسول، ایمان آورده، تصدیق کرده، رسول یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. بما انزل الله الیه من القرآن، بما انزل الیه، به آنچه که نازل شده به طرف ازی، من ربی، از جانب ربش که چی است؟ قرآن است و وحی است، ایمان آوردگی است که سنت است. والمؤمنون كذلك المؤمنین هم ایمان آورده. مؤمنین در دوران رسول الله هم کی بود؟ صحابه بود، کسایی که پیامبر صلی دیده بود. مؤمنین دوران رسول الله چرا صحابه میگیم؟ صحابه به معنای صحبت که رسول الله میدیدن، صحبت میکردن، میشنیدن. اینه سعی که الله شاهدی میده که نبی ایمان آورده، خود پیامبر صلی مکلف بود که با آنچه که میگه ایمان بیاره، مثل ما و شما. اگر که با خودش نازل میشد. و مؤمنین صحابه ایمان آورده، الله به ایمان صحابه شهادت میده. کسایی که میگن صحابه ایمان نداشت یا منافقت بود و منافقای بیدین هستند، هر کی که باشه، جاهل مردم، دشمنان صحابه. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، کل یعنی تماما نبی و تابعدارش مؤمنین. آمن صدق، تصدیق کرده با وحدانیت الله، بالله با وحدانیتش که الله واحد در ربوبیت و الوهیتش، این که معبود واحد است، خالق و رازق و متصرف جهان است، کلگی ایمان دارن. و ملائکتی و با ملائکای الله ایمان دارن، و کتبی و کتابهای ایمان دارن، هر قدر کتابی که است. 4 کلام دیگه. و رسولی، رسولانش، یعنی 24 است، زیاد کم هرچی که باشه. و باز چی میگوین؟ مثل یهود نصارا نیست که بگوین بعض نبی را قبول داریم بعض را نه. یهود میگه غیر از موسی دیگر را قبول نداریم، عیسی را قبول نداریم، محمد صلی الله علیه و نصارا میگه عیسی را قبول داریم، موسی و محمد را قبول نداریم. مؤمنین چی میگه؟ لا نفرق، جدایی نمیاریم بین احد من رسولی، در بین یکی از رسولا. در چی؟ به ایمان آوردن. در ایمان تفرقه نمیکنیم. تفرقه در ایمان چیست؟ این نبی را قبول داره، میره نه، اینطوری. هر کسی که نبی رسول الله است کلش ایمان داره. موسی علیه السلام است، ایمان داریم برش. عیسی علیه السلام است، ابراهیم است، محمد صلی الله علیه و کلش ایمان داره، تمام انبیا. یعنی لا نفرق چی معنی؟ لا نؤمن بالبعض و نکفر ببعض. تو نمیگم که بعض ایمان بیاریم بعض کافر شیم. لا نفرق به میخواد، به این معنی. لا نفرق مثل یهود نصارا ما نیستیم، كما فعل اليهود والنصارى، بل نؤمن بجميع رسل الله دون تفريق، بتماما انبیاء ایمان داریم. و قالوا سمعنا و اطعنا، و دیگه صفت صحابه را الله بیان میکنه. یکی خو ایمانشان میگه اینجا ایمان با الله، ملائکه، کتب، رسول 4 رکن شد، نه الیک المسیر 5.
6 رکن داره ایمان. قضا و قدر او میاد دیگه جایی در ضمن ایمان با الله داخل است. قضا و قدر هر چیزی که الله فیصله کرده قبول داره، هر چیز اندازه کرده قبول داره، او در داخل است. و قالو میگوین امی صحابه است که الله دیگه شهادت میده، الله نقل میکنه ایمان از اینا را. یکی گفت ایمان آورده است، الله از قلب هر کس میفهمه ایمان آورده پیامبر رسول الله سلام. و قالو میگوین صحابه سمعنا چی معنا؟ قبول کردیم. اینطوری که تنو شنیدیم. حتی با می خاطر مفسرین عجبنا دعوتک، دعوت را ما قبول کردیم. پیامبر میگن خب و اطعنا اطاعت میکنیم، امر تو را اطاعت چی؟ عمل میکنیم. سمعنا قبول کردیم عقیدتاً، هر آنچه که الله نازل کرده وحی قبول داریم، قرآن و سنت است. اطعنا اطاعت میکنیم یعنی عمل میکنیم، ما اطاعت میکنیم، فرمان بردار هستیم. غفرانک سوال میکنیم از توی الله مغفرت بخشش میخواهیم از توی الله آن گناه‌هایی را که مرتکب میشیم. ربنا ای رب ما ای خالق ما و الیک المصیر و به طرف تو بازگشت ماست. اینا میگن که ما بازگشت بر تو میکنیم. بازگشت چی معنا؟ یعنی مرجع دوباره زنده شدن، یعنی ما پس زنده میشیم پیش تو میاییم. ایمان به قیامت. مومن اینمی صفت، این دو صفت بسیار سمعنا و اطعنا، هر آنچه الله نازل کرده قبول داریم، سر چشم اطاعت میکنیم. نمیگیم این نظر کی است این نظر کی نیست، این کار قبول نداریم. ولی امروز فرقه و گروپ ها برآمد، نه چقدر فرقه شد مسلمان. آیت برش بیان میکنی میگه فلانی گفته یعنی اگه او گفته قبول دارم نگفته نه. این بسیار عقیده خراب است. الله گفته بله، رسول الله هم گفته امر کرده بله، هدایت داده، چی امرش فرض باشه مستحب باشه سنت باشه و سر و چشم ما قبول و عمل میکنیم هر حکمش مطابق توان خود. حالا اکثر قبول نداره، بعضش قبول داره میگه بعضش نه. احکام اسلام لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مکلف نمیسازد الله هیچ انسانی را مگر به اندازه توانش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، از برای نفس است آنچه کسب کرده و علیها به ضررش است آنچه اکتسبت کسب میکند. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ای رب نگی ما را اگر فراموش کنیم خطا کنیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ای رب حمل نکو به بالای ما، بار نکو اسرا احکام سنگین را، کما حملت علی الذین من قبلنا، مثل که حمل کرده بودی به بالای امتهای سابقه پیش از ما. ربنا ای رب ولا تحملنا، حمل نساز به بالای ما، مکلف نساز ما را، ما لا طاقت لنا بی، آن چیزی را که ما در توان ما نیست، با آن واعف عنا، عفو کن ما را یا الله، واغفر لنا ببخش ما را، گناه ما را بپوشان، ورحمنا رحم کو توفیق بده، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مولای ما هستی، مددگار ما، ناصر ما، کارساز ما، فانصرنا مدد بکو ما را، نصرت بکو ما را، کمک ما را علی القوم الکافرین، در برابر قوم کافران. خب لا یکلف الله، این گفته می آیت قبلا او آیت که نازل شد که و این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه، و این تبدو اگه اشکارا کنین آنچه که در نفستان است در قلبتان، او تخفو یا پنهان کنین یحاسبکم، الله حساب میکنه. این به بالای صحابه سخت شد، گفت که در دل ما هر چیز تیر میشه، اگه او را الله حساب کنه خود سخت است. نه چقدر گناه در دل انسان تیر میشه، چقدر وسوسه ها میه. الله گفت نه، و چیزایی که از توانتان بالاست غیر اختیاری میایه، تصورات غیر اختیاری، الله به او جزا نمیده تصورات غیر اختیاری را. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اختیار خود تصورات بد نبیاری، افکار بد، اراده های بد نکنی، اراده گناه را نکنی، تصمیم گناه، تصورات گناه. الله یه نازل کرد که لا یکلف الله، مکلف نمی سازد الله نفسا، یک انسانی را مکلف نمی سازد. بچی؟ به امر و نهی، الا وسعها، مگر به اندازه توانش.
هیچ کس بالاتر از توانش الله مکلف نمیسازه، هیچ کس را. توجه هستی؟ هیچ کس را الله از توانش بالا مکلف نمیسازه. هر حکمی که الله کرده در توان ماست، ولی اگر که تکلیف باشه دیگه زحمت داره، خب بی زحمت نمیشه هر عمل، اما از توان ما بالا نیست. الله در قرآن هر حکمی را کرده این کار انجام میتونی را نکنیم به اندازه توان انسان است. این حال عمل کردن به قرآن آسان است، سخت نیست. یکم طوره که بگوی به قرآن عمل کو، به کتاب الله، میگه قربان این کتاب شام کی میتونه بگی؟ بسیار سخت گفته. سخت چی معنی؟ سخت از توانت بالاست؟ نه، نگو که سخت گفته، در حدود توان است. این رحمت الله است که از اندازه توان. 5 وقت نماز سخت است؟ نه. روزه سخت است؟ حج سخت است؟ زکات سرمایه داشت دعوت سخت است؟ نیست سخت است. توان انسان بالا نیست. نمیاله هر کاری که ما میکنیم از ما که کلان کافرها میکنن. نه؟ چرا با بالا از اونا سخت نیست؟ چی کار هم میکنن اونا؟ به خاطر هیچ باورم ندارن. نه؟ سخت است، به اندازه توان است. هیچ انسان الله مکلف نمیسازه الا وسعه، مگر به اندازه توانش. از توانش از زورش بالا حکم نمیکنه. زنان الله میفهمه که توانشان کم است، که احکام زن کم است. چرا کم است؟ با بالای زن نماز جمعه نیست، جماعت فرض نیست، هیچ جمعه فرض نیست، به خاطر که میفهمه که توانش اولاد است و زحمت است. نه؟ روزه وقتی که طفل داره حامل است فرض چرا نیست؟ حج طفل دار بود فرض نیست سرش، مشکلات داره. نه؟ مشکلات که میاد سفر میری تکلیف است، الله میگه افطارش کن. کل تخفیف است در اسلام. مریض شدی نماز استاده نمیتونی بشی، نمیتونی اشاره نشد هیچ. چرا؟ آب نیست تیمم کو، آب یخ میکشه مرا، تیمم بزن که اتخاق که مریضت میکنه. چه قاسان است دین؟ دین سخت نیست. ما شما خدا به دیوانگی میزنیم. خب سخت است میگیم، بسیار سخت. کجا سخت است؟ این میال مردم کورسا را صبح وقت 5 بجه میرن، 5 و نیم بجه خب کورس میخوانم. نه کورس چیزی گناهs میکنم، نماز نمیخوانم، پیسام میته 1000 2000. اینجا که قرآن میگم بین هیچ. سخت است. 4 سال 5 سال 7 سال پانتون میخوانه 8 بجه، اینجا ما 8 و نیم میگم 9 بجه میام. نه اون چند تایی که هست 8 و نیم. اینجا کسای قرآن 15 کم 8 میه اینجا نفر، 15 کم 8 نیست 6، 15 کم 6 اینجا ما دوره تفسیر داریم. خب 60 70 نفر اینجا میاد، 15 کم 6، 15 کم 6 اینجا در جماعت هست. از کجا میاد؟ او طرف کوتل خیرخانه، این عده مزار نزدیک شمالی است. یک 10 تا از اونجا میاد، یک 3 4 5 تا از مکرویان میاد. 15 کم 6 و چند بجه میخیزه؟ این میشه در جماعت هست. 6 بجه تفسیر شروع میشه یا 6 5 6 10، 1 ساعت اونجا ما میگه. 15 کم 6 که تفسیر هست. ما وقتی میخیزیم که تفسیر صبح همون وقت میبینم. نه چند بجه کم از کم 4 نیم بجه میخیزم. مگر این چه؟ ما نمردیم. نه من تو سعی که از کردم که ماشاءالله تگرام هست. نمردیم، نه لاغر شدیم، نه مردیم، نه کدام گپی شده. ایران میمانی بینیم مردم. خب تنبلی است، تنبل شاه. نه قرار خواب هستی تا 7 بجه تا چی وقت بخیر، 5 بجه بخیر، حرکت کو بیا، چای تا وقت بخور، کم بخور خوراک، بیا یک چیزه کتی بیا. اینی ما و شما خب این میال مردم ها کنش در خانه خود خواه هستن. پر هست این اینجا. الله تو آدم ها رو جزا میده. خب این به جزا نیست. این آدم هایی که اسلام اول علم فرض است، خب بعد عمل است. علم یاد نمیگیره مردم. فهمیدین؟ دیگه بسیار تلاش کنیم ما و شما که عمل کنیم. خب پابندی کنیم.
یک روز یک کسی نامد ببین یک مشکل، ما چقدر بامیال با چقدر مشکلاتی درس پیش میره، خب چقدر مشکلات دیگه الله رحم کنه. وقت بین خب اقلا نمیشه، ما خب باید کوشش کنین وقت بین اینجا قرآن بخوانین، تلاوت کنین، 8 بجه بین بخوانین اگر کسی، یا نیم ساعت قرآن خوب بخوانین، یا یک سپاره دو سپاره انسان باید بخوانه، نیم ساعت خوب بخوانین وقتر بین. خب دیگه انشاءالله ما 8:30 یا پیشتر شروع میکنیم. کل گپ در چیز است. خب چی بگویم دیگه؟ اگه نمیال ما بگویم که هر که 8 بجه آمد 500 روپا میتم، اگه 7:30 نرسید 500 اعلان کنم، همونطور است یعنی والله 6 اعلان کنم بگویم 500 روپا ماشه روزی. اگه در این مسجد جای یافتی بخو ایمانی مردم پیسه هست میفهم، اینو ما اعلان کنم این مردمه که بگوی وابیز نرو و پیسه را کمی والا یهود باشه میره میشینه، یه گپ هست که وابیز نه 500 ما اعلان کنم باز ببینم ایمان پیش وابی نبیه کسی. باش که اینجا یک تجار پیدا شد بگوی بته یک 500 یک دل اگه یک جای کنم بگوی هر کی آمد یک اعلان کنم 6 صبح اینجا تفسیره تا 12 را 500 از 6 صبح تا 12 کسی 6 میتم سعی کو چی حال است نه بیبی اگه در این مسجد جای شد نفر و این مردم به پیسه ایمان دارن، خب به پیسه ایمان دارن، ایمانشان به این نیست. 500 چی کمی 200 هم اعلان کنم بگویم از 6 صبح تا 12 مردم میگه والا مردم از صبح تا بیگاه میره 5000 روپا ماشنم بریم میگه قرآن هم است گوش میکنیم 200 روپا خب میتا 500 نه 200 100 هم اعلان کنم جای نمیمانم 100 روپا اعلان کنم جای نمیمانم. پس اسلام به اندازه توان است. لها ما کسبت لها لکل نفس از برای هر نفس ما کسبت جزای آن چیزی است که کسب میکند. خب جزا یعنی پاداش است، ثواب است، نعمت هاست، آنچه که کسب میکند از خیر عمل. از این فهمیده میشه که انسان کسب میکنه، اختیار داره، انسان اختیار داره. و علیها و به بالای این نفس است به ضررش آنچه که اکتسبت را کسب میکند از گناه، اکتسبت گناه میکنه. سعی که گناه آسان نمیشه، در گناه تکلیف میبینی، در گناه و می خاطر کلمه اکتسب باب افتعال ذکر کرده. در کار خیر کسبت باب افتعال نیست، در او تکلف است. در گناه که است تکلف است، مشقت است. یعنی هر کس مسئول عمل خودش است، کسب میکنه. خوب بود به خیرش، بد بود به ضررش، به عذاب است برش. ربنا باز دعا میکنن اینا چی میگن در دعای خدا؟ یا اینکه قولو بگوین که الله یاد میته با ما دعا کردنه. چه قسم دعا کنیم؟ الله میفرماید قولو ربنا، بگوین که ای رب. ربنا، این رب اسماء حسناست، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. از برای الله نامهای شایسته دعا بخواین از الله بها به می نامها. یکیش رب است. رب به معنای چی بود؟ رازق، خالق. رب توحید در ربوبیت، توحید در افعال میگه، الله عمل میکنه. دی معنای ربی است که ای ذاتی که میتی و میگیری عزت میتی ذلت، یعنی کار میکنی، عمل میکنی، بتی به ما. خود این معنای ربی است که یا الله تو توانایی داری که این نعمت بتی از این مصیبت دفع کنی، این چیز آسان کنی، سرمایه را سخت کنی. در دعایتان بگوین ربنا لا تؤاخذنا، ای رب ما را نگی مؤاخذه نکو. چی معنی؟ لا تو عذاب نتی ما را، مؤاخذه نکو، مؤاخذه عذاب ما نتی یا الله. این نسینا به آن گناهایی که صادر میشه به سبب فراموشی. اگر فراموش کردیم یا الله، این نسینا اگر ما فراموشن یک حکم تسبیح مامان ما را عذاب نده. مثلا اگم تا نماز یادش میره نه او خیر، یا روزه یادش میره نه میخوره نمیفهم نه، یا درس قرآن است یادش میره، علم است یادش میره. یعنی ما را مؤاخذه نکو با آنچه که فراموش میکنیم. او اخطانا، یا خطا میکنیم، خطایی که به خطایی انجام میتیم یا الله.
خطایی این که اراده نداریم، قصد نداریم، قصد و اراده نداریم. اگر که یک کار یعنی قصد ما دیگه چیز است، خلاف اراده ما یک کار میشه. مثلا یک انسان شکار میکنه، میبینه که اون یک مرغوی ششته درخت توت است، نشان میگیره از دور، کمی میزنه او طرفش یک آدم سر درخت توت خورده رایست، گرم میکنه، دوتا میفته، یک مرغوی یک نفر دیگه هم کتش افته. اوه این چی گپ شد؟ یعنی می خطا شد، تو مرغوی را نشان گرفتی، او خورد آدمه، یعنی جه دیگه تو گناهگار نیستی. امی خطای ما را یا الله ما را ببخش، خطا کردیم. یا یک کسی میخواهد که بچه خدا یک سیلی بزنه، آستای کده، او گلم مکم میخوره میموره. یا یک آدم بیادبی میکنه، جنگ است میگی نمیشه، میدوه، یک مش میزنیش که اوزشا میموره. مثل که مثال سمون نفر زد، یک مش زد جا بجا شد، او را نمیکش، با یک مش مرد دیگه. این می خطاییست، خطاان شده. در موتر میری کسی را نزنم، یک نفر خیز میزنه زیر تایر میشه، نه؟ خطایی میره، بریک میگیری کار نمیکنه، میره سرش کم میشه، اینه میره یا الله نفر مرد زار. امیر ما را به خاطر امی گناه د آتش نپرتو یا از عذاب آتش نجات بده. مادرت خوش نداره طفلش بمره، ولی شو ملاق میزنه، کدام بیتیاتی میکنه، نه؟ و نه چی میشه؟ طفل زیر بغلش میشه میموره. این تو و بسیار مثال های دیگه. یا یک نفر سر بام خواب است، داروسیست، بیروبار است، ملاق میخوره، زیرم نفر خواب است سرم، یا میفته راست سرش کمش نفس رو میبره. اینمی چیزا اینمی خطاست، خطای ما را یا الله مؤاخذه نکن. ربنا ولا تحمل علينا اصرا، ربنا ای رب ولا تحمل، حمل نکو به ما. حمل چی یعنی مکلف نساز ما را بچی؟ اصرا، اصر اصل تکلیفایی را میگه که از توان انسان بالا باشد، از توان انسان بالا باشد. اصرا یعنی اونو احکام سنگین را، احکام شاقه را که ما عاجز باشیم، مثل که امتهای سابقه را کردی. امتهای سابقه از توان بالا نبود ولی بسیار مشخص بود. مثلا قتل نفس در توبه، ای رب حمل نکو به بالای ما، مکلف نساز ما را اصرا به او احکام سنگین و گران و ازمین، کما حملت ولی الذین من قبلنا، مثل که حمل کردی با کسایی که پیش از ما بود، یعنی اونا را مکلف ساختی. و چی بود؟ یک کسی گناه میکرد، توبهش باید مرگ بود، خودم میکشت، آماده میشد کوره بکشه کسی. مثلا گوساله را پرستش کردن، نه؟ موسی علیه السلام چی گفت؟ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، خدا بکشین یک دیگرتان. کسی گوساله را پرستش کرده، خدا آماده کنه. این کسی که نکنه که شمشیر سر شده، غیر از این توبهش قبول نیست. چه سخت است، نه؟ قبول توبه وقتی بود، حالا آسان کرد الله. حالا الله میگه که وانا توبه که شاید بود خوب نبود توبه بکنه، الله میبخشه. دیگه اگه گیرم بیای حتی عفو است، عفو کردن. و فرض قرض موضوع نجاست، موضوع نجاست هم باید قیچیش میکردی لباس هم. و دیگه بسیار احکام شاقه بود. ولا تحمل علینا، حمل نکو به بالای ما، مکلف نساز ما را اصرا به احکام سنگین و ازمین، کما حملت ولی الذین من قبلنا، مثل که حمل کردی و بار کردی و مکلف ساختی همو احکام سنگین را علی الذین، با امت کسای من قبلنا که پیش از ما بود. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ای رب ولا تحملنا، حمل نکو به بالای ما، مکلف نساز ما را، ما لا طاقت، ما به او احکام لا طاقت که نیست طاقت توانایی، لنا از برای ما بهی به مو احکام، یعنی کدام تکالیف بلا و مصیبت هایی که ما توانش نداریم، با بالای ما حملش نکنی الله، ما را مسئول و احکام نساز. و می خاطر در این امت الله آسانی را آورده نسبت به دیگه امت ها. رسول الله چی میگه؟ بعثت بالحنیفیت سمحه، ما فرستاده شدیم
به دینی که حق است، حنیفیه، سمحه، بسیار آسان است. آسان. کل احکام اسلامی تو آسان است، بسیار آسان. بسیار دی دین الله آسانی را آورد. هر قدر گناه میکنی توبه بکن، الله میبخشه. پشیمان شو، دیگه تصمیم بگی کار نکنی. هر قدر گناه سابق کرد ایمان آوردی کلش هیچ میشه، الله کلش هم میبخشه. واعف عنا، عفو بکن ما را یا الله، گناه ما را واعف عنا، واعفو محوش کو یا الله. و واغفر لنا، و ستر بکو گناه ما، ستر بپوشانش، در روز قیامت ما را رسوا نکنی یا الله. اگر الله گناه را نپوشانه باز خطرناک مغفرتی. ورحمنا، رحم بکو با بالای ما، برحمت واسعت یا الله، که رحم کو در دنیا از کفر و شرک نجات بده، اعمال کفری است، مصیبت هایی که انسان کافر میکنه از این نجات بده. در آخرت رحم جنت های نعمت ها را بده، از عذاب قبر، از حیبت قیامت نجات بده. انت مولانا، انت مولانا، تو مولای ما هستی، کارساز مددگار ما هستی. انت مولانا یا ناصرنا، یا الله ناصر ما، مددگار ما، متولی متصرف کارای ما تو هستی. ما را یا الله ترک نکن، تنها نمان، نصرت ما را اعلان نتی، همیشه نصرت کن. فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد بکن ما را در برابر قوم کافرها که دشمنای ما. دشمن ما دشمن دین تو است، دین تو را انکار کردن، وحدانیت تا، انبیا را، کتابای آسمانی را قبول ندارن. پس ما را نصرت کو، آمین. دیگه روایت شده که رسول الله میگه دعا را که میکرد، میگه در هر دعا گفته میشد قد فعلتو، قد فعلتو، بدون شک من این کار کردم. میگه الله میگفت که من قبول کردم. همین دعا را که کرد به رسول الله میگه الله گفت که من این دعای تو را قبول کردم. و دیگه قال آمین روا وکی میگه روایت میکند که وکی روایت میکنه، یکی از مجتهدین است. حدیث مسلم روایت کرده از عبدالله بن عباس، قال الله قد فعلت، این حدیث ہے. قال الله میگه الله گفت که من میکار کردم. رسول الله هم که می دعا را کرد، این خیاد داد خود الله که اینطور بگوین. بعد رسول الله هم گفت که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، میگه الله گفت که قبول کردم، فراموشی تان نمیگیرم، خطا کردین در جهنم نمیبرمتان. ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، احکام سنگین با امتای سابقه دادی با ما نتی. الله گفت قبول کرد. الله چی گفت؟ قد فعلتو، من می کار کردم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، حمل نکن ما را آنچه که احکامی که سوان ما بالاست. الله گفت قبول کرد. واعف عنا، گفت الله گفت قبول کرد. واغفر لنا، الله گفت قبول. وارحمنا، الله کل شی قبول کرد. فانصرنا علی القوم الکافرین، الله گفت قبول کرده. من شما را در برابر قوم کافر چی میکنم؟ نصرت. و می تو بودم ما شما دیدیم، جهاد افغانستان شما دیدیم، این نزدیک چطور الله نصرت کرد. الله این دعا را قبول کرده، ولی به شرطی که مؤمنین کار بکنن. و دیگه ای که از معاذ بن جبل روایت شده، ابن جریر روایت کان اذا فرغ من هذه السوره، از این سوره که می فارغ میشد که فانصرنا علی القوم الکافرین قال آمین، ما هم گفتم آمین، یا الله این دعای ما را قبول کو. و کی از ابی اسحاق از معاذ بن جبل من کان اذا ختم البقره قال آمین، بقره را که خلاص میکرد آمین میگفت. پس این احکام شما دیدین که بسیار زیبا احکام بوده، بسیار احکام زیبا بوده.